سازمان‌های حقوق بشری از تداوم اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. تنها در 2 هفته اول ماه جاری میلادی 40 نفر در ایران اعدام شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل استفاده مداوم مقام‌های ایرانی از مجازات اعدام را هولناک خوانده. اما چرا با وجود همه مخالفت‌ها و فشارهای جهانی ایران هنوز مقام دوم از نظر تعداد اعدام در جهان را بعد از چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان حفظ کرده؟ آیا تنها مسائل مذهبی و قانونی مطرح است یا هنوز هم به لحاظ فرهنگی بسیاری معتقدند اعدام تنها شیوه برخورد با بعضی از مجرمان باید باشد؟ در گزارش فریبا صحرایی تصاویری هست که ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد. این صدای مادری است که به تماشای مرگ پسر آمده. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. تا وداع آخر چیزی نمانده. با مردی در چند قدمی اعدام در ملأ عام. اتهامش ایراد و ضرب و جرح عمدی با اسلحه سخت و تخریب اموال مردم به همراه 11 نفر از افراد شرور برازو باش. چوبه های دار حالا در خیابان‌ها و میدان‌های شهر برپا می‌شوند. در میان همهمه جمعیت. مخالفت‌ها، هشدارها و انتقادها راه به جایی نبرده. هنوز همه ساله صدها نفر اینجا به آخر خط میرسند. خیلی‌ها در ملأ عام به اتهام‌های گوناگون، اکثراً به اتهام قاچاق